درود دوستان، اومدیم یکی از خیابان‌های دوشنبه. همونطور که می‌بینید برف بسیار بسیار زیبایی در حال باریدن هست و فضای شهر کاملا سفیدپوش شده و ما هم این ساعت رو برای قدم زدن انتخاب کردیم که هم یه هوایی بخوریم و هم بتونیم از این مناظر برای شما فیلم بگیریم و شما رو سهیم بکنیم. دوشنبه در واقع برفش طولانی نیست و در طول سال شاید 2-3 روز برف بیاد و ارزم به حضورتون که باید این فرصت رو غنیمت دونست و از طبیعت اینجا بهره مند شد. اینجایی که من هستم بغلش هم یه پارک هست که مشاهده میکنید یه سنگیتی اونجا هست. فکر میکنم شاعر هندی باشه، رابیندرنات تاگور، همچین چیزی. تاگور رو که میدونم، اسم کوچیکش یادم رفت. یک لحظه فقط بریم ببینیم اسم این شاعر مشهور رو. بله، 1861 تا 1941 به انگلیسی هم که نوشته اونجا. که این مدت همه در واقع به دستور پیشوای ملت امام علی رحمانو اینجا تعبیه شده. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.